هم با خودتون گفتین یارو چطوره داره انقدر لول ایکس پی به دست میاره، اونم فقط با یه ضربه شمشیر. خب من اومدم امروز بهتون یک فرم خیلی کاربردی یاد بدم. بزن بریم. خب اول یه چیز به ابعاد 3 درصد و ارتفاع 2 میکنیم و یک کمپ فایر میزنیم، روشو با شیشه میپوشونیم به جز وسط. اون طرفش به هر طرف یه بلاک فاصله میذاریم و یه 2 درصد میکنیم و به ارتفاع 3 توش یه زامبی میذاریم و روشو میبندیم. حالا از هر طرفی که خواستیم یه پله میزنیم و روی اون قسمت یه آرمور استند میذاریم. روی اینجا درست 24 تا آرمادیلون و این پولشنو میزنیم به اینا. و حالا وقتی به این آرمور استند ضربه بزنیم، دی روز اول مدرسه چطور بود؟